سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. من الناز ناصری هستم، دانشجوی رادیولوژی ورودی 1400 با ادامه مبحث آناتومی مقطعی قسمت اندام تحتانی، مبحث ساق پا در خدمت شما هستم. قبل از اینکه ما بریم برای مشاهده آناتومی و عکسای سکشنال، میخوام که اینجا یک تصویر MRI رو شما ببینین که در واقع یک بیماری توی این عکس وجود داره که بعد از اینکه یاد گرفتیم با هم دیگه بیماریش رو بررسی میکنیم. خب این یک شمای کلی از ساق پا هستش، همینطور که مشاهده میکنین که ما از قسمت انتریور از سطحی ترین عضله شروع میکنیم. اولین عضله تیبیالیس انتریور هستش. این عضله هستش یه عضله بلند محسوب میشه از لترال کندیل تیبیا و 1/2 بالای قسمت لترال تیبیا منشأ میگیره و همینطور که مشاهده میکنین از طریق تاندونش به مدیال کونیفورم و بیس اولین متاتارس متصل میشه. عضله بعدی نسبت به این عضله عمقی‌تر قرار داره. این قسمت هستش عضله اکستنسور دیجیتروم لانگوس هست. مشاهده میکنیم که در واقع یه عضله دراز محسوب میشه و خب اینم دوباره از لترال کندیل تیبیا منشأ میگیره و میاد از طریق تاندونش همینجور که اینجا مشخص هست به بند میدل و دیستال انگشتان دوم تا پنجم متصل میشه. اینجا کاملا مشخصه. عضله بعدی بیشتر به سمت لترال که بریم، این عضله هست فیبولاریس لانگوس. بازم یه عضله بلند محسوب میشه که از سر فیبولا و 2/3 بالایی لترال فیبولا منشأ میگیره در واقع از این قسمت و از طریق تاندونش اینجا میاد و به بیس اولین متاتارس و همچنین مدیال کونیفورم متصل میشه. عضله بعدی این قسمت هست، بیشتر سمت لترال بریم، فیبولاریس برویس یه عضله کوتاه محسوب میشه که از 2/3 قسمت دیستال لترال فیبولا منشأ میگیره و خب حالا اینجا همونجور که مشاهده میکنین به این قسمت به توبروسیتی قسمت لترال پنجمین متاتارس متصل میشه. خب بریم عضلات پشتی رو بررسی کنیم. اینجا اولین عضله‌ای که می‌بینیم یک عضله بزرگ هستش که گاستروگنمیوس هست. همونجوری که مشاهده می‌کنین دارای 2 تا سر هست، سر لترال و سر مدیال که در واقع سر لترالش الان اینجا این قسمت میشه، این قسمت سر لترال میشه که از لترال کندیل فمور منشأ میگیره و خب سر مدیالش هم که این قسمت میشه از قسمت پوپلیتال سورفیس مدیال کندیل منشأ میگیره، از مدیال کندیل فمور. و خب همونجور که میبینید یه عضله خیلی بلند هستش، بزرگ هستش و در آخر میاد به قسمت پشتی سطح کلکنئوس، کاملا واضح هست اینجا قرار میگیره و اتچمنت داره. خب عضله بعدی عضله عمقی‌تر هستش. ما الان اگر این عضله رو برداریم اینجا میتونیم مشاهده کنیم این عضله سولئوس هست. بازم یه عضله بلند محسوب میشه که در واقع از قسمت پشتی سر فیبولا و 1/4 بالایی فیبولا و همچنین از خط سولئال منشأ میگیره. اینجا منشأش کاملا مشخصه و خب میاد و به قسمت پشتی کلکنئوس متصل میشه. اینجا کاملا مشهوده. عضله بعدی که بررسیش میکنیم در واقع عضله پلانتاریس هستش. میبینیم که این عضله از قسمت سوپراکوندیلار فمور میاد و خب دارای یه تاندون خیلی بلند هستش. اینجا تاندونش میاد و در واقع به قسمت پشتی کلکنئوس متصل میشه تا این قسمت میاد پایین. عضله بعدی باز قسمت بالا قرار داره. اینجا عضله پوپلیتئوس هست که این عضله در واقع یه عضله اوریب هستش که میاد از لترال سورفیس لترال کندیل و همچنین لترال مینیسک منشأ میگیره و خب به بخش عقبی تیبیا همجور که مشاهده میکنید متصل میشه. خب اگر برگردیم به قسمت
انتریور ما در واقع یه سری عضلات عمقی تر داریم که حالا بعد بررسیش میکنیم، ولی خب میخوایم الان باز عضله سولئوس رو برداریم ببینیم که عضلات زیرش چیا هستن. خب از سمت لترال اگر که ما شروع کنیم در کنار فیبولاریس لانگوس دقیقاً اینجا فلکسور هالوسیس لانگوس رو میبینیم. این قسمت هستش که در واقع از 2/3 دیستال پشت فیبولا منشأ میگیره و میاد همونطور که از اسمش معلومه هالوسیس به استخوان شست متصل میشه. عضله بعدی عضله این قسمت هست تیبیالیس پوستریور هستش که ما گفتیم تیبیالیس انتریور جلو قرار داره و یه عضله سطحیه، اما تیبیالیس پوستریور عمقی تره و در پشت قرار داره که از قسمت پوستریور تیبیا منشأ میگیره و خب یه اتچمنت های خیلی زیادی داره. حالا میاد به توبروسیتی نویکولار، کونیفورم ها، کوبوید و بیس 2 تا 4 متاتارس متصل میشه. و عضله بعدی هم این عضله هستش فلکسور دیجیتروم لانگوس که در واقع از قسمت داخلی پشت تیبیا منشأ میگیره و به سطح کف پایی انگشتان 2 تا 5 متصل میشه. خب حالا این عضلات پشتی رو ما بررسی کردیم. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که عضلات پشتی عضلات فلکسور هستن. برمیگردیم به قسمت انتریور و عضلات عمقیش رو بررسی میکنیم. اینجا ما اگر که عضلات رو برداریم یه سری عضله دیگه مشخص میشه. الان اینجا ما عضله اکستنسور هالوسیس لانگوس رو داریم که در واقع از انتریور سورفیس تیبولا منشأ میگیره. بازم همونطور که از اسمش مشخصه به استخوان شست پا متصل میشه، به قسمت دیستالش در واقع. و خب اگر که اینو هم ما برداریم در واقع میتونیم اینجا این عضله رو مشاهده کنیم. یه عضله کوچیک هستش فیبولاریس ترتیوس که در واقع از 1/3 دیستال فیبولا اینجور که مشاهده میکنید منشأ میگیره و در واقع میاد به بیس 5 متاتارس دقیقا مثل عضله کنارش فیبولاریس برویس متصل میشه. حالا فیبولاریس برویس در واقع به توبروسیتی متصل میشه، ولی خب این عضله فیبولاریس ترتیوس به خود بیس متصل میشه. خب ما این عضلات رو هم برمیداریم و همچنین عضلات پشتی رو هم اگر که برداریم به استخوان‌ها میرسیم که همونجور که میدونین ساق پا دارای 2 تا استخوان واحد و بزرگ هستش که در واقع الان اینجا استخوان تیبیا رو مشاهده میکنین که در واقع مفصل میشه با استخوان ران و استخوان فیبولا رو مشاهده میکنین. حالا پایین تر ما اینجا یه سری رتیناکولوم داریم مثل سوپریور اکستنسور رتیناکولوم، اینفریور اکستنسور رتیناکولوم. تو قسمت لترالش دوباره اینجا سوپریور فیبولار رتیناکولوم داریم و قسمت مدیال رو بخوایم بررسی کنیم فلکسور رتیناکولوم داریم که حالا اینا توی عکس‌های سکشنال بیشتر با هم بررسیشون میکنیم. خب اگر بخوایم چند تا سکشن رو با هم بررسی کنیم میتونیم از اینجا شروع کنیم. در واقع این سکشنی که زده شده تقریبا از زانو هستش و خب حالا یه سری چیزای خیلی مشهود رو که من خدمتتون عرض میکنم. اولین چیزی که میبینیم اینجا یه لیگامنت هست که در واقع پتلار لیگامنت هستش. زیر اون دقیقاً چربی قرار داره، اینفراپتلار فت بادی. در واقع این دو طرف مدیال و لترال پتلار رتیناکولوم هستش و خب حالا اینجا ما همونطور که مشاهده میکنین قسمت کندیل فمور رو میبینیم. اینجا لترال کندیل هستش و اینجا هم مدیال کندیل هستش و خب در قسمت عقب ترش این قسمت در واقع ما اینفراکندیلار فوسا رو داریم. حالا یه سری عضله هم کاملا مشخصه، مثلا اینجا این عضله سارتریوس هست که از ران پا میاد. اینجا این عضله سمی ممبرانوس هستش که اینا اتچ میشن به این قسمت و در واقع اینزرشنش هست اینجا.
و حالا اینجا عضله گستروگنمیوس رو می‌بینیم که بررسیش کردیم تو قسمت آناتومی. در واقع اینجا مدیال هدش هست و این قسمت لترال هدش هست. ما گفتیم که از لترال و مدیال کندیل فمور منشأ میگیره، پس خب اینجا میتونیم مشاهدهش کنیم. همچنین میتونیم عضله بایسپس فموریس هم ببینیم و حالا یه سری تاندون عضلات رو بیشتر مشاهده میکنیم. مثلا عضله پوپلیتوس اینجا تاندونش قابل مشاهده هستش. حالا یه سری عروق و اعصاب هم اینجا داریم، مثلا اینجا تیبیال نرو هستش، اینجا پوپلیتال وین هست و همچنین اینجا هم میشه فمورال آرتری و وین. حالا اگر جلوتر بریم و خب سکشن های پایین تر رو بررسی کنیم، اینجا مثلا یه سکشن هست تقریبا اواسط ساق پا زده شده که ما میتونیم بررسیش کنیم با هم دیگه. خب اولین چیزی که میبینیم اینجا و خیلی مشهود هستش، گفتیم که از قسمت انتریور که از این قسمت میشه سطحی ترین عضله تیبیالیس انتریور هست که این قسمت میشه. در عقب تر استخوان تیبیا رو میتونیم ببینین و خب اینجا مثلا استخوان عضله اکستنسور دیجیتروم لانگوس رو میتونید ببینین که اینا همشون عضلات سطحی بودن. توی عمق عضله تیبیالیس انتریور این قسمت میتونید تیبیالیس پوستریور رو ببینید که ما گفتیم که تیبیالیس انتریور از قسمت انتریور یه عضله سطحیه، ولی تیبیالیس پوستریور از قسمت عقب ساق پا یه عضله عمقی محسوب میشد. پس اینجا خیلی منطقی هست که این عضلات تقریبا در کنار هم قرار میگیرن اگر که ما از کنار بهش نگاه کنیم. پس این تیبیالیس انتریور، تیبیالیس پوستریور، در واقع مثلا این عضله گستروگنمیوس هستش، یکی از سر گستروگنمیوس هست که سر مدیالش هست، اینجا سر لترالش هست این قسمت، و این عضله سولئوس هست که ما گفتیم که کلا به ترتیب گستروگنمیوس، سولئوس و تیبیالیس پوستریور اینا از قسمت پشت به ترتیب سطحی به عمقی هستن. اینجا فیبولا رو مشاهده میکنین و خب حالا اینجا یه سری عروق قرار داره، مثلا فمورال آرتری و وین، اینجا هم که اسمال سافنوس وین هستش. کلا یه مبحث خیلی راحتی هستش، خیلی یادگیریش راحته و با یکم دقت میتونید یاد بگیرینش. خب حالا ما اگر که بخوایم یه مقطع دیگر رو بررسی کنیم، میتونیم مثلا اینجا یکی از مقاطع کورونال یا ساجیتال رو بررسی کنیم. اینجا الان یه مقطع ساجیتال از قسمت زانو داریم که خب این همونطور که گفتم برای تشخیص اون عکسی که قرار با هم دیگه بیماریش رو تشخیص بدیم خیلی خوبه، دقت کنید حتما بهش. خب حالا این قسمت که قسمت رانش هست زیاد بهش کاری نداریم، ولی خب از این قسمت مثلا اینجا خود فمور هست که حالا اینجا میاد و مفصل میشه با این استخون که استخون تیبیا هستش، در واقع تنه تیبیا هستش. چیزی که خیلی مشهوده واسه ما مثلا اینجا این قسمت در واقع posterior cruciate ligament یا همون رباط صلیبی قسمت پشتیش هستش، اینو حتما به خاطر بسپارید. مثلا اینجا اینفراپتلار قسمت چربیشو داریم، همونجور که میدونید این خودش در واقع پتلا هستش. و حالا اگر بخوایم عضلات پشتی رو بررسی کنیم، در واقع این گستروگنمیوس هست همونطوری که مشاهده میکنین. اینجا پایین تر میتونیم دوباره ادامه گستروگنمیوس رو ببینیم، کلا یه عضله بزرگ محسوب میشه. حالا در جلو گفتیم که یه عضله اوریب داشتیم، پوپلیتوس، که اینجا کاملا مشخصه. اینم تیبیال نرو هستش که در واقع قسمت پوستریور قرار داره. حالا چیز دیگه که اگر بخوام اضافه کنم، در واقع همون لیگامنا بیشتر مطرح هست این قسمت و حالا اون سطح در واقع مفصلی و رباط صلیبی. خب الان میتونیم برگردیم ما در واقع به اون عکسی که میخواستیم بررسیش کنیم. اینجا الان ما با هم دیگه ساجیتال زانو رو بررسی کردیم.
و میخوایم بدونیم که حالا این قسمت‌هایی که علامت زده شده در واقع چه مشکلی دارن. همونطور که بهتون گفتم حالا من یک بار دیگه روی این عکسم نشون میدم بهتون. در واقع اینجا ما خود عکس اصلی رو که داریم، این قسمت میشه ربات صلیبی پشتی که خب یه ربات خیلی مهم هست. همونجور که میدونید بیشتر توی ورزشکارا و مثلا افرادی که دونده هستن ممکنه که این ربات پاره شه. حالا برمیگردیم به این عکس و خب این قسمت در واقع همون ربات صلیبی پشتی و این قسمت ربات صلیبی جلویی هستش. در واقع اینجا همونجور که میبینید خب الان توی یه عکس نرمال که این هستش، اینجا کاملا فضای مفصلی وجود داره، ولی خب توی این عکس اصلا شما فضای مفصلی رو نمیبینید. در واقع اینجا ربات ACL بوده، یعنی همون ربات صلیبی جلویی که کاملا پاره شده و خب اینجا اصلا دیگه مشاهده نمیشه و ما پارگی مزمن و درجه 3 رو اینجا داریم که حالا انشالله تو ترم‌های آینده که ارزیابی خوندیم کاملا اینا رو مشاهده میکنید و میبینید که چقدر آناتومی مقطعی اهمیت داره توی این موضوع. حالا این قسمت هم که ربات صلیبی پشتی هستش که حالا یک کشیدگی صورت گرفته ولی خب پاره نشده. حالا ما میتونیم از طریق عکسای ساجیتال، اکزیال و کورونال در واقع CT و MRI خیلی از این بیماری ها، پاتولوژی و اینا رو تشخیص بدیم. خب مبحث ساق پا تموم شد. خیلی ممنونم از توجه شما. خدایا رو نگهدار شما.